قریب یک ماه با صدها دانشجوی دانشگاه و کالج طبی شهر بختر و همچنین صدها خواننده مکتب‌های میانه شهر بختر و نویه جلال‌الدین بلخی به مناسبت جشن اساسی نوروز امساله هر روز در ورزشگاه نویه جلال‌الدین بلخی تمرین میکنند. یکی از اشتراکچیان این مشروف که پاره از لحظه های تمرینشان را ثبت کرده به اداره پایگاه خبری بامداد فرستاد. تمرین ها در شهر بختر نیز ادامه دارد، چون که پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان امسال جشن نوروز را در شهر بختر نویه جلال‌الدین بلخی تجلیل میکند. قرار است در نویه بلخی در برابر برگزاری جشن اساسی نوروز امسال همچنین مراسم افتتاح شهرک نو با ورزشگاه بزرگ نیز دایر شود. هنگام مارشروف که به مناسبت عید نوروز روز 15 مارس شهنازه سفر و یک خواننده صنف هشتم مکتب رقم 15 شهر بختر بیمار شده در بیمارستان جان داده است. در مکتب رقم 15 در مارشروف که اشتراک داشتن شهنازه سفر و را تصدیق کردند، ولی در صحبت به رادیوی آزادی گفتند که او بعد بازگشت از تمرین جان داده است و آنها درباره بد بودن سلامتیش معلومات نداشتند. حیدرعلی سفروف امک شهنازه سفر و نیز به رادیوی آزادی گفت شش برادرزاده‌اش مشکل داشت و او چند روز آخر تب میکرد. به اهمیتی کردیم. همون روز در مکتب احوالش بد شده است. به بیمارستان بردیم. طبیبان 12 ساعت کوشش کردند ولی نجات دادن نتوانستند. ششهایش آب گرفته بودند، گفته است امک دختری جوانمرگ. جشن اساسی نوروز در نویه بلخی و مراسم افتتاح شهرک نو قرار است روز 21 مارس با اشتراک پرزیدنت امامعلی رحمان صورت بگیرد. عبیدالله فیض‌اللهیف رئیس نویه جلال‌الدین بلخی اخیراً در نشست خبریش گفت برای بنیاد شهرک نو زیاده از 200 میلیون سومانی مصرف شده است. مراسم افتتاح شهرک نو بنیاد در روز تجلیل از جشن نوروز بین المللی راست می‌آید، گفته بود او. روزمت سیاحکوف رهبر دستگاه رئیس نویه جلال‌الدین بلخی در صحبت به پرس تیجی گفت که کارهای ساختمانی در شهرک نو سال 2017 آغاز شده. در اینجا پیکره جلال‌الدین بلخی و آثارخانه این متفکر برجسته بنیاد شده است. سیاحکوف گفت بنیاد چنین شهرک در ولایت ختلان در 30 سال استقلال سابقه ندارد. در این شهرک ورزشگاه با 15,000 جای نشست، مکتب پرزیدنتی با خوابگاه معاصر برای خوانندگان و آموزگاران، مؤسسه‌های تا مکتبی و خانه‌های بلند آشیانه بنیاد شده است. اما مسئله جلب دانشجویان و خوانندگان به مارشروف که به مناسبت جشن‌های سرشمار مسئله است که چند سال باز مورد انتقاد اهل جامعه قرار دارد. وزیر پیشینه معارف و علم تاجیکستان محمد یوسف امامزاده در نشست خبریش با اظهار ناراحتی از مطرح کردن موضوع مارشروف که آن را یک مسئله خسکی نامید و از همه خواست تا به آن زیاد توجه نکنند. ولی فعالان میگویند دانشجویان بیشتر وقت خود را نه برای تحصیل و آموزش و تکمیل سواد خود بلکه برای چاره‌بینی‌های بیهوده چون مارشروف که صرف میکنند و این به صفت متخصصانی که از مکتب‌های عالی تاجیکستان بیرون میآیند تاثیر منفی قابل ملاحظه میگذارد.